دوستان عزیز، این دریاچه خواجه پاک است. ما از دهه غودخاکین به سمت دهه زیوراس و دهه بالای قرغانچه روانیم. انا ملا روزی دریا را عبور دارند. انا مرحمت. هر جا همین خیلی سنگ ها موندند مردم که آینده و روندگان از آن عبور کنند. ما به همین سمت خواهیم رفت، قدقدی دریا به جانبی دهه زیوراس. این اثر سیل های ایام تابستان رو میبینیم که سیل بسیار لایولود سرازیر شده و اینجا این سفالک ها رو میبینید. اینجا هر جا درختان رو میبینیم که از بری کوه ها بورس ها رو میبینیم کنده و سرازیر آورده است سیل. اینک ما قدقدی دریا و جانبی دهه زیوراس، دهه بالا، قرغانچه، نظری و شهتوت روانیم. این شب در خانه دوستمان عبدالعلیم جان شب را روز کرده و این خیلی سحری به سفر خود ادامه داده ایستادیم. علیم جان و شوکت جان پیش میروند. من و شاگرد غنیزاده اندک قفا ماندیم و انشالله به آنها خواهیم رسید. دریا در حالا سیراب نیست، آبش کم، اما فصل بهاران آب این دریا خیلی زیاد می شود و عبور و گذشتنش خیلی مشکل هم می شود. و این خیلی ما چندین بار دریا رو عبور میکنیم و از هر خمگشت دریا رو عبور کرده رو به فراز پیش می رویم. این اثر باغ‌های قدیمه میبینیم. مردم آن را رها کردند و درختان سبز باشند هم اینجا کسی نگاهی بین نمی کند. بعضی درخت ها خشک شدند از بی‌آبی و سیل به نظرم آن را خراب کرده است. ما حالا سنگ ها رو جهیده الان از دریاچه گذشتیم و این خیلی من این دریا رو بینید و این باغچه رو بینید. سیل آمده و پر از سنگ کرده است این مزرعه را. انا اینجا درختان را از بیخ کوه ها کنده و اینجا آورده است. ببینید این درخت بورس باشد، نمیدانم باز چی درخت دیگره که شاید از هاته مردم کنده است یا از بغل کوهستان. اینجا توکی انگور رو میبینیم که به درخت پیچ خورده است. زردالوها که حاصلشان کیها به کامها رسانده. امروز فصل خزان را منتظرند و درختانی اون طرفتر چهارمغز هم وجود دارد که میوهشان را کیها مردم چیده اند. این منظره اطراف کوههای برقد و ما قدقدی دریا و پیش میرویم.